سلام به همگی، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خب یه چایی، قهوه، هر چی که دوست دارین رو کنارتون بذارین و بریم که ویدیو رو شروع کنیم. انیمه که امروز میخوام در موردش صحبت کنم خانم هوکسای که عکسش اینجا هست. اطلاعات اولیه از این انیمه اول میدم. نمراتش نسبتاً پایین بود. من این انیمه رو خودم 2-3 روز پیش دیدم. نمراتش پایین بود اولی که خواستم و من داستان رو نمیخونم معمولا و انیمه رو میبینم بعد حالا یا خوشم میاد یا نمیاد. برای همین داستان رو دیگه نمیخوام خیلی براتون بست شاید بدم. اطلاعات میدم ولی داستان رو نمیگم که در مورد چیه دقیقا. یه جورایی میگم ولی دقیق نه. امیدوارم که ببینین و خوشتون بیاد. IMDbش 6.7/10 بود ولی روتن توماتوزش 93% بود. از لحاظ گرافیکی یکم به استودیو جیبلی شبیه بود ولی متفاوت بود. قشنگ توی صورت کاراکترها و همه چی میشه اینو دید. ولی خیلی قشنگ بود. من یه چیزی که خودم خیلی تو این انیمه به چشم اومد و دوست داشتم شخصیتاش بودن که هر کدوم خیلی بجا بودن. شخصیت ها مثلا خود شخصیت اصلی که خانوم هوکسای هست یه دختر خیلی مستقل، مثلا چیزی رو نخواد میگه نه به راحتی. خیلی شخصیت جالبی داره. خیلی بیشتر شنونده است و کم حرفه خانم هوکسای و کلا شخصیت جالبیه ولی با موجودات معصوم تر از خودش خیلی مهربونه و مهربونیشو اونجا نشون میده. یه خورده با آقایون جدیه مخصوصا با باباش ولی به نظر من خیلی شخصیت پردازی همشون، نه فقط حالا شخصیت اصلی، همشون خیلی درست بود، به دل میشست یه همچین چیزی. حالا یه نکته در مورد این انیمه هست که من تا آخر انیمه نمیدونستم، یعنی یه جورایی میدونستم که هوکسای یه نقاش ژاپنیه که اینایی که اینجا میبینین که خیلی هم معروفن و هوکسای کشیده و این داستان در مورد دختر هوکسایه و خود هوکسای، ولی من فکر کردم شاید فانتزیه. چون گفتم من داستان رو نمیخونم، من فکر میکردم شاید همینطوری درست کردن ولی نه، از روی شخصیت واقعی تقریبا ساخته شده. یعنی خانم هوکسای که دختر هوکسایه اسمش کاتسوشیکا اوی هستش. سال 1800 به دنیا آمده و 1866 هم فوت میکنه و از روی و مثل اینکه بیشتر مثلا شخصیت پردازی این خانم نزدیک بوده به چیزی که بالاخره توی تاریخ ثبت شده در موردش، که یکی از نقاشی معروفش اینجاست. ولی خب اینکه مثلا کجا دفن شده و اینا رو کسی نمیدونه متاسفانه. یه جورایی آرتیستیه که زیر سایه پدرش گم میشه، با اینکه خودش هم خیلی آرتیست جالبی بوده. موسیقی متنش اینطوری نبود که من بگم وای قلبم تکون خورد این آهنگا رو دوست دارم. یه دونه آهنگ داشت که دوست داشتم توی موسیقی متنش ولی خیلی به تصویر میشینه موسیقی متن. شاید مورد علاقه من نباشه ولی میشه. یه چند باری هم به نقاشی خود آقای هوکسای اشاره شد که یکیش این همین موجه است که هم ویدیوشو میذارم هم خود نقاشی. و
و یه قسمتی از انیمه هست که من وقتی نقاشی آقای هوکسای داشتم میدیدم حس کردم که این تیکه از انیمه از روی این نقاشی الهام گرفته شده و این دوتا تیکه هست و آره خیلی انیمه جذابی بود برای من. هواشو خیلی دوست داشتم. البته که چیزی که در مورد فیلم یا انیمه میشه گفت اینه که خیلی به مود آدم بستگی داره. مثلا یه انیمه رو من 5 روز ممکنه طول بکشه یه دونه سینمایی دیدنم، بالاخره کار داریم هممون. مثلا وقتی اولش خیلی خوشم ممکنه اومده باشه، 5 روز بعد که دارم آخرش رو میبینم دیگه اونقدر شاید جالب نباشه. برای همین خیلی به مود آدم بستگی داره. من بیشتر مثلا وقتی دانلود میکنم یه تند اینطوری میکشم روش ببینم مثلا الان دوست دارم اونو ببینم یا نه، ولی نه تریلر نگاه میکنم نه داستانو میخونم. برای همین به شما هم چیزایی که تو اینترنت هست مثلا از تریلر یا خلاصه داستانو نمیگم. ولی چیز کلیش همینی بود که گفتم. آخر فیلمم یکم اطلاعات میده که من از رو همون اطلاعات متوجه شدم که مثل اینکه خانم هوکسای شخصیت واقعی بوده. بریم که چند تیکه از این انیمه رو ببینیم. دیالوگای انیمه خیلی به نظرم جالب بود و دیالوگ ها خیلی برای من مهمن. یعنی میتونه یه انیمه با ویژوال با گرافیک خیلی خوب با دیالوگاش خرابش کنه، یا برعکس یه انیمه باشه گرافیک خیلی جالبی نداشته باشه ولی دیالوگا و موضوع داستانو بکشونه بالا. داستان هم از لحاظ گرافیکی خوب بود، هم از لحاظ دیالوگ خوب بود، موسیقیش به جا بود، شخصیت پردازی ها خیلی خوب بودن، مخصوصا هوکسا که حالا در موردش حرف زدم. ولی یه چند تا چیز دیگه این بود که خیلی خونسرده، خیلی خونسرده. یعنی حتی یه قسمت هایی بود که برای پاسخ دادنم فکر میکرد قشنگ. توی انیمه معلوم بود که وای میستاد یه چند دقیقه بعد مثلا یه چند ثانیه بعد جواب میداد، سریع جواب نمیداد. یه آرامش خاصی توی کاراکترش داشت و من اینو دقیق نمیدونم، باید برم یکم تحقیق کنم در موردش. ولی خواهر کوچکترش خیلی در مورد اینکه میره جهنم میگفت و شاید توی فرهنگ ژاپن اون موقع همچین چیزی عادی بوده. حالا ببینیم متوجه میشین که چرا اینو میگم. ولی برای من خیلی عجیب بود چون فکر کنم تو فرهنگ ما برعکسه، کسی با این فیزیک اینطوری نیستش که بره جهنم. آره به نظر من خیلی انیمه جالبی بود، پیشنهاد میکنم حتما ببینین و مرسی که تا اینجا ویدیو بودین. خداحافظ.